قراره که اولین و آخرین ویدیو همه یوتیوبرها رو ببینیم و اولین ویدیو یوتیوب خودم هم میخوام ببینم که یه تجدید خاطره بکنیم و ببینیم چقدر تغییر کردیم از چند سال پیش تا به امروز. خب بچه‌ها اولین ویدیویی که توی یوتیوب پابلیک کرده رو ببینیم، پوریا پوتکه که من خودم اولین ویدیوشو ندیده بودم، همین یه ساعت پیش دیدم و واقعا خیلی تغییر کرده پوتک. بریم اولین ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. تبلیغات بچه‌ها، همیشه تبلیغات‌ها رو تا آخر ببینید. بچه‌ها اولین ویدیو پوتک ببینید اینجا چقدر پوتک، یعنی هم جوان‌تره، البته الانم تقریبا چهرهش همینه ولی خیلی جثه‌ش کوچیک‌تره، یعنی الان یکم بدنش اینا حالا حجم گرفته ولی اینجا خیلی پوتک لاغرتر و موهاش هم رنگ کرده. شما نکنم تو ایران هم هست دیگه اینجا 100% که آهنگ از آخر بیا اولو داره میخونه. صداش همونه. بچه پوتک واقعا از اول کارش خیلی درست بود ولی واقعا ویدیوهاش خیلی فرق کرده. بچه اوایل پوتک تامنیلاشو نگاه کنید چجوره، مثلا برای 9 سال پیش اولین ویدیو پوتک نگاه کنید، 9 سال واقعا خیلیه و ویدیوهای الانش رو بخوایم نگاه کنیم، یعنی آخرین ویدیویی که همین 2 ساعت پیش داده، فقط ببینید چقدر تغییر کرده. کوالیتی کور، بک‌گراند، کلا البته این منطقیه دیگه تغییر بکنه و چهره پوتک هم اگه نگاه کنید یکم تغییر کرده، یعنی اونجا خیلی سنش خب پایین‌تر بود، 9 سال پیش بود داشت ولی خب معلومه تغییر میکنه، واقعا خیلی فرق کرده. و بچا یوتیوبر مورد علاقتون هم حتما توی کامنت ها بنویسید کدوم یوتیوبر رو خیلی از اول دنبال میکنید و چند ساله که ویدیوهاشو میبینید. من خودم قدیمی ترین یوتیوبری که بچا دنبال میکنم، یعنی از خیلی سال پیشه، یه میا و کوروشم با آریا کوکسر، یعنی این دو نفر اولین کسایی بودن که من داشتم ویدیوهاشو نگاه میکردم و نفر بعدی هم کسی نیست جز میا پلیز. بچا میا فکر کنم تنها یوتیوبریه که میتونم بگم از اولین روزی که کار کرده تا به الان بهترین کوالیتی رو داشت، یعنی انقدر ادیت ویدیوها تمیز، کوالیتی صدا خوبه، آدم فکر میکنه که ویدیو جدیده. اینجا ویدیو اوورواچ بود اشتباه نکنم. آره بچا تحلیل اوورواچ بررسیش بود. بچا ویدیو هم برای 6 سال پیشه. از اونجایی که اوورواچ کوالیتی رو نگاه کنید بچا، نور، صدا، همه چی اوکیه و اینم اتاقش که اتاق قدیمیش خیلی قشنگ بود. برای من شخصا یه مقداری بعد از ارزش صدا یکم کمه ولی خب عادیه برای 6 سال پیشه و اولین ویدیو یوتیوب، اولین ویدیو داشلی و کیا دیدن. قیافم این شکلی بود. آقا یه نصیحت یوتیوبی بخوام بهتون بکنم اینه که 50 تا ویدیو اولی که میسازین آشغال ترین ویدیوهای عمرتونه. اینو از هر یوتیوبری بپرسی تایید میکنه که اینم بررسی اوورواچ بود. بچا بریم آخرین ویدیو میا هم ببینیم که خیلی ویدیو خفنی بود. کوالیتی صدا اصلا نگاه کنید انگار یه فیلم سینمایی داریم نگاه میکنیم، به قدری که ویدیوهاشون با کیفیت واقعا خیلی خفنه. دیگه نیازی به تعریف کردن هم نداره دیگه، تغییر خودتون دارین حس میکنه دیگه، خیلی فرق کرده کوالیتی صدا و اینا. ولی چهره ها بچا خیلی فرق میکنه، مثلا با ویدیو مشخص میشه. من الان ویدیوهای چند سال پیش خودم میبینم، همین ویدیو پارسالم میبینم، با الانم خیلی تغییر کردن و الانم یوتیوبرها رو دارین نگاه کنیم، مثلا اولین ویدیو میا رو نگاه کنید این شکلیه، مثلا آخرین ویدیو این شکلی، واقعا چهره ها خیلی تغییر میکنن. بچا من خودم به شخص اولین ویدیو کومان اصلا یادم نمیاد کدوم ویدیو بود، احساس میکنم چند تا از ویدیوهاشون رو بچا پرایوت کردن، یعنی ویدیو اولشون این نبود تا اونجا که میدونم. بچا اینم اولین ویدیو کومانه که کومان هم دیگه از اول کلا کوالیتی کارشون عالی و فوق العاده بود. اسطوره در حقیقت بس کردم بشینم کومان نگاه کنم، واقعا خیلی ویدیوهاشون خفن بود. اصلا کومان بچا یعنی ویدیوهاشون خیلی خفنه، یعنی انقدر با کیفیت و کوالیتیشون بالایی که اولین و آخرین ویدیوهاشون هیچ فرقی با هم نمیکنه. بعد آره ولی چی بود این ویدیو؟ شیرای مختلف رو تست کردم. آره. شیر بچا شیر میخوری یا نه؟ بخورین خوبه. اینم بچا ویدیو آخرشون که میبینید دیگه کوالیتی اینا همه چی اوکی، یعنی از اول اوکی بود، نور، صدا، اینا همه چی اوکی بود ولی چهره ها اونقدر فرق نکرد، یعنی ایمان و کوروش الان نگاه کنید زیاد فرق نکردن، چون کومان بچا خیلی قدیمی نیست، الان فکر کنم تقریبا 2.5 سال دو سال اینا میشه که کومان هستش، ولی اون یکی ها مثلا ویدیو میا رو نگاه میکنیم برای 6 سال پیش بود، ویدیو پوتک رو نگاه میکنیم برای 9 سال پیش بود. بچا یوتیوبر بعدی کسی نیست جز علی بیگ اسموگ که الان میخوایم اولین ویدیو علی بیگ اسموگ توی یوتیوب رو با هم دیگه ببینیم. البته علی قبلتر از یوتیوب بچا حالا استریمر بود و یعنی تجربه کاری اینا داشته. بچا علی واقعا توی کار فان و اینا درجه یکه. علی فکر کنم بچا بیشترین تغییر علی کرده باشه، چون وزنش هم کم کرده، از لحاظ چهره و ظاهری فکر کنم علی از همه بیشتر فرق کرده باشه. ولی بچا علی بیگ اسموگ فکر کنم تنها کسی بود که از اول بک‌گراند و کوالیتی کارش بالا بوده و همیشه دوست داشته که متفاوت هم باشه، مثلا استریمش رو نگاه می‌کنی یا دوتا کامera میشه یا کامراش داره تکون میخوره، اینا خیلی خفنه. این الان اولین ویدیو علی توی یوتیوبه که برای 3 سال پیشه. بریم آخرین ویدیوش هم ببینیم با هم دیگه. اینم از آخرین
آخرین ویدیو علی که بچه‌ها نگاه می‌کنید واقعا علی خیلی خیلی تغییر کرده، چون حالا وزنش اینا رو کم کرده. از لحاظ ظاهری فکر کنم علی از همه بیشتر، ولی خب از لحاظ کیفیت و اینا میگم علی بیگزمن از اول کارش واقعا درست بوده، خیلی خفن بود. آقا نفر بعدی کسی نیست جز آریا کوکسر که دیگه مطمئنم اولین ویدیو آریا کوکسر رو همتون دیدین، یعنی کسی نیست که ندیده باشه. و اولین ویدیو آریا هم برای 7 سال پیشه، یعنی 7 سال گذشته که آریا رو میبینی. بچه اینجا خیلی سنش کمه، یعنی الان فکر کنم آریا فکر کنم 27 یا 28 سالشه. خیلی واقعا یعنی 7 سال تغییر خیلی زیادی کرده و آریا واقعا بچه خیلی زحمت کشیده تو یوتیوب، یعنی یوتیوب ایران رو من میتونم بگم که آریا آورده بالا کلا. اولین ویدیوش هم بچه تحلیل کنترلر PS4 و ایکس باکس وان بود، خیلی ویدیو خفنی بود. من اینو فکر کنم بالای 5 6 بار دیدم این ویدیو آریا رو، نمیدونم چرا. و اینم از آخرین ویدیو آریا که تغییر رو میتونید حس بکنید و ظاهری هم آریا خیلی تغییر کرده و واقعا بزرگ شده. بچه من خودم انگار کوچیک شدم، یعنی اون قبلترم انگار سمبالاتر بودم، الان احساس می‌کنم سمپل، نمیدونم شاید من حس می‌کنم. آقا شما تو کامنت بنویسید من قبلا جوان‌تر بودم یا الان جوان‌تر شدم، نمیدونم یه همچین حسی دارم. این آخرین ویدیو آریا هم که خیلی خفن بود، حتما بریم ببینید. داخل یه های اسکولی میشن که واقعا یه بهشت بود واسه خودش. و بچه‌ها پیش آریا که اومدیم داداشش یعنی پارسالی، بریم پارسالی هم اولین ویدیوشو با هم دیگه ببینیم که موزیک ویدیو تاریکش بود. بریم با هم دیگه ببینیم پارسالی چقدر تغییر کرده. بچه‌ها پارسالی هم احساس می‌کنم زیاد تغییر نکرد، یعنی از اول فیسش یه جوری بود که الان مثلا این الان موزیک ویدیو برای 9 سال پیشه، توی 9 سال چهره و ظاهریش اگه دقت کنید اونقدر تغییر نکرده، فقط یکم جثه‌اش بزرگتر شده. این موزیک ویدیوشو بچه‌ها من یادم، اینو من تقریبا کی گوش میدادم، فکر کنم 5 6 سال پیش میشد. و اینم از آخرین ویدیو پارسالی که بچه‌ها میگم نگاه کنید ظاهری پارسالی زیاد فرق نکرده، یکم ریش و اینا البته اون موقع هم خود داشت دیگه. نه پارسالی واقعا زیاد تغییر نکرده، آریا ولی واقعا تغییر کرده از لحاظ ظاهری. خیلی بخوری چقدر برف اومده ونکوور. بچا بگید ببینم شهر شما تا الان برف اومده یا نه؟ شهر ما فقط کوهاش برف اومده، یعنی داخل خود شهر نه برف نیومده امسال. چرا اینجور شده پس؟ یوتیوبر بعدی بچا یعنی صمیم‌ترین رفیق آریا و پارسالی کسی نیست جز مهدی آیسی که بریم اولین ویدیو مهدی آیسی که برای 3 سال پیشه رو با هم دیگه ببینیم. بچا مهدی واقعا از لحاظ ظاهری خیلی فرق کرده، الان اینجا قشنگ مشخصه که خیلی جوان‌تره برای 3 سال پیشه، ولی مهدی چرا تو این 3 سال اینقدر تغییر کرده؟ اولین ویدیو مهدی این الان که گیم ترسناک هم گذاشته، بذار یکم جلوتر بزنم، گیمش چقدر آشناه. حالا بریم آخرین ویدیو مهدی هم با هم دیگه ببینیم. بچا اینم از آخرین ویدیو مهدی که میگم مهدی واقعا ظاهری خیلی فرق کرده. این ویدیوشو من چرا ندیدم؟ بچا این ویدیو مهدی رو حتما برید ببینید، فکر کنم خیلی خفنه. اسلپ چالش و کوالیتی کارو ببینید چقدر فرق کرده اولین ویدیو با آخرین ویدیو مهدی. یوتیوبر یا بهتره بگم استریمر بعدی کسی نیست جز سامسابری که دیگه مد اسنایپر رو شما همتون میشناسین. بریم اولین ویدیو سامسابری رو داخل یوتیوب با هم دیگه ببینیم که برای 3 سال پیشه. خب بچا اولین ویدیو سامسابریه که مثل این که ویدیو استریمشه. آره بچا سام هم خیلی فرق نکرده البته برای 3 سال پیشه، ولی بازم مثلا مهدی توی 3 سال یکم تغییر کرده بود. او این بک‌گراند سامو بچا من یادمه. سام هم که دیگه بچا خودتون میدین دیگه کلا خدای کال آف دیوتی وارزون و اینا. این چه آهنگ پلی شده؟ با این آهنگ دارن گیم میزنن ایول. و اینم از آخرین ویدیو سام که خیلی خیلی بچا تغییر کرده. و اینم از آخرین ویدیو سام. بچا ظاهری سام زیاد فرق نکرده، ولی خب کوالیتی و کاری میگم همه یوتیوبرها واقعا یه پیشرفت خیلی چشمگیری داشتن. یکم احساس میکنم سام. خب بچا یوتیوبر بعدی هم دیگه فرشاد سایلنت هم که همتون میشناسین. بریم اولین ویدیو فرشاد رو با هم دیگه ببینیم. بچا اون موقع فرشاد تو کار استریم بود که فرشاد واقعا تغییر نکرد. و بچا فرشاد من اولین بار که متوجه شدم سنش الان دقیق نمیدونم چنده، ولی بالای 30 واقعا مغزم هنگ کرده. من فکر میکردم که فرشاد حالا رد سنیش بین 24 تا 26 27 و وقتی فهمیدم سنش بالای 30 واقعا هنگ کردم که اصلا بهش نمیخوره. الان این ویدیو فرشاد بچا برای 4 سال پیشه و باز هم میتونم بگم فرشاد هیچ تغییری نکرده واقعا از لحاظ ظاهری. ماشاءالله. بچا فرشاد بیشتر تو کار استریم بود، یعنی من اون موقع یادمه استریم میذاشت فرشاد، بعدش اومد تو کار یوتیوب. الان این ویدیوی 5 اشتباه بزرگ استریمرهای تازه کاره که میگم بچا فرشاد تو کار استریم بود، الان داره مثلا آموزش حالا استریم و اینا رو میده، ولی واقعا فرشاد بچا ظاهری اصلا تغییر نکرد، ولی خب کوالیتی کاری. بریم آخرین ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. اینم از آخرین ویدیو فرشاد که اصلا کوالیتی کار و اینا که دیگه
دیگه درجه 1 خیلی خیلی خفنه که این ویدیوش هم بچا من دیدم خیلی خفنه. حتما بریم ویدیو آخر فرشاد ببینیم. بازی کوما بین پوتک و علیرضا با علیرضا سوگنگ بودش و نگاه می‌کنیم. فرشاد میگم بچا ظاهری زیاد فرق نکرده ولی خب اندامشو نگاه می‌کنم واقعا ماهیچه و عضله و خیلی خفنه. خب بچا اینم از فرشاد سایلنت. بریم حالا سراغ یوتیوبر بعدی و بعدش نوبت میرسه به خودم. خب بچا بریم سراغ اولین ویدیوی سوگنگ که من ویدیوهای سوگنگ اون موقع خیلی نگاه می‌کردم چون رینبو خودم بازی می‌کردم. ویدیوهای سوگنگ هم راجع به همون رینبو 6 بود که گلیچینا یاد میداد، آلفا پک باز می‌کرد و خیلی ویدیوش خفن بود. من همش رو نگاه می‌کردم و این اولین ویدیوی سوگنگه که سوگنگ واقعا تغییر کرده. یعنی هم از لحاظ ظاهری کوالیتی کارم که دیگه 100% خیلی تغییر کرده. از ظاهری اینجا نگاه کنید سوگنگ هم مثل آریا اینا قشنگ مشخصه که سنش رفته بالا و بزرگتر شده. یادش بخیر آلفا پک چه دورانی بود. و بچا اینم از آخرین ویدیوی سوگنگ که کوالیتی کار رو حالا به کنار، کوالیتی کار که عالیه و ظاهری هم بچا میبینید واقعا سوگنگ مشخصه که بزرگتر شده. اون ویدیوش برای 5 سال پیش بود و این ویدیوش هم فکر کنم برای همین چند ساعت پیشه. و بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. سوگنگ آره بچا ظاهری فرق کرد، یعنی چهرهش نه عوض شده. آقا حالا رو نوبت رسید به خودم. بریم اولین ویدیوی داشلی رو نگاه کنیم. خب آقا این چنل منه. این اولین ویدیو منه، آنباکس 35 میلیونی. من دوربینمو تازه خریده بودم، بعد اونم همون آوردم آنباکسش کردم و اینا. یا خدا یا خدا. هلو برامکس آجی چرا من اینجا آقا اینجا من نه میکروفون داشتم، دوربینو که تازه خریده بودم. قیافم چرا این شکلی؟ چرا اینقدر چاقم من؟ آقا الان نگاه دعوا داره الو داداش مشکل داری. بچا الان نگاه کنید اون سن بالاتر دیده میشه یا من؟ البته اونجا من ریشینا نداشتم، خیلی چاق بودم. چرا من این شکلی ام؟ این دوران مثلا یادم نمیاد. بعد بچا بعد الان نگاه میکنید مثلا هر کی نگاه کنه میگه این الان برای 5 6 سال پیشه. نه این فقط برای 3 سال پیشه. اوکی تو 3 سال انقدر تغییر کردیم خدا رو شکر با حمایت های شما. بریم اولین ویدیو رو ببینیم. امروز اومدیم به خیلی خفن داشته باشیم. پس با ما صدام چرا گرفته؟ حالا مریض بودم حال نداشتم. البته وایس قبل از هر چیز ممنون میشم. البته وایس یعنی سابسکرایب رو زده باشید. چشمکو داشتی؟ بچا این ویدیو بود نمیدونم من توی یکی از ویدیوها آخرین ویدیویی بود که این میبندم و توی دستم انداختم و بعد از ویدیو گم شد. هنوزم میگردم پیداش نمیکنم. این ساعت هوشمند شیائومیو میگم. آنباکس 35 میلیونی داشلی اومده با آنباکس 35 میلیونی. بچا این دوربینو فروختم رفت. دوربینو واقعا خفنی بود. باهاش خاطرهای خوبی داشتم. ولی چقدر من چاقم. دستو نگاه کن یو خدا. اون دست الان به یکی بزنه طرف همونجا میمونه زمین. چرا دارم حرف میزنم ولی آهنگ پلی میشه؟ بچا این کیفیت دوربینه گوشیه رو هنوز دارم با شیائومی نوت 8 پرو فیلمشو گرفتم. اوکی بچا آخرین ویدیو رو حتما برید ببینید، توش قراره یه جایزه خیلی خفن بهتون بدم. حتما توی کامنت شرکت کنید. اینم آخرین ویدیومه که بچا خیلی خفن شده ویدیوش، حتما برید ببینید. آقا فرق همون هودی الان تنمه. ببین از اون روز تا الان من هودیمو عوض. آقا نه واقعا خیلی منم ظاهری فرق کردم دیگه. اونجا خیلی چاق بودم مثلا یه شکل دیگه ای بودیم، الان این شکلی شدیم. نه فرق کردیم آقا جدی منم فرق کردم. و اینکه آقا تو کامنت هم شما حتما بنویسید داشلی قدیم رو دوست داشتین، داشلی جدید رو دوست داشتین. ساخت پروژکتور با 20000 تومان. این ویدیو چرا من یادم نیست چیکار کردم با 20 تومن من چجور پروژکتور درست کردم؟ اوه نور پردازی و نگاه یه طرف قرمز یه طرف آبی. چرا من اینقدر گردم؟ آقا من خیلی چاقم اینجا. امروز اومدیم بهتون یاد بدیم که چجور فقط آقا موی بلند بهم میاد یا موی کوتاه. البته اینجا رو حالا حساب نکن، اینجا چاقم کلا گرد دیده میشم. بزنید زنگوله بغلش هم که بزنید دیگه ممنونت میشم. آقا زنگوله بغلش هم بزن، یه بچه داره اصرار میکنه دلم بهش سوخت. بذار من زنگوله رو بر خودش بزنم. آقا اینم از اولین ویدیوم بود، انگار همین دیروز بود که بچا اینا رو داشتم رکورد میگم. کامل این صحنه‌ها یادم، دنبال این جعبه کفش بودم، رفتم از سر کوچه ذره بین خریدم و اینو مثلا اینو درست کردم. چقدر زود گذشت. بچا مرسی که تا همین امروز با من همراه بودین، حمایت کردین، واقعا عشقید. خیلی دوستتون دارم. خب بچا اینم بود از اولین و آخرین ویدیو یوتیوبرها که اگه تا این ثانیه ویدیو رو نگاه کنین قلب قرمز حتما توی کامنت ها بذارین ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. و حتما هم بچا توی کامنت ها بنویسید از کی دارین منو دنبال می‌کنین. 1 سال، 2 سال، 1 ماه، 1 روز، 1 ساعت یا اولین ویدیویی که دارین از من می‌بینید همینه. حتما اینو توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی مهمه که بدونم بچهای ایکس شات فهم الان از کی منو دارن دنبال می‌کنن. کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنیم. بریم این کانال هم بچا 100,000 تایی بکنیم و یه لوح سومم بگیریم و بذاریم کنار این لوحا. این زنگوله کناریش هم حتما روشن کنین که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سری با خبر بشین. خیلی دوستتون دارم. 2 تا ویدیو آخرم اگه ندیدین حتما بریم ببینید که
خیلی ویدیوهای خفنین. مراقب خودتون باشین و تا یه ویدیوهای دیگه بدرود.